آیت الله قزوینی و اکتشاف نوین در عالم تکنولوژی. آیت الله قزوینی: امروز از لحظه انعقاد نطفه میتوان ثانیه تولد نوزاد را تشخیص داد. چون دیگه امروز دنیای علم و پیشرفت و صنعت و دیگه همه چرا، حتی اون لحظه اولی که نطفه منعقد میشه تمام میشه تصاویر رو توسط دستگاه ها ضبط میکنن، کاملا اینها رو برای شما عکس برداری میکنن، فیلم میگیرن. دقیق اون روزی که این بچه میخواد بیاد، اون روز و ساعت و دقیقه و ثانیه‌ش هم معین میکنن. دقیق اون روزی که این بچه میخواد بیاد، اون روز و ساعت و دقیقه و ثانیه‌ش هم معین میکنن. دقیق اون روزی که این بچه میخواد بیاد، اون روز و ساعت و دقیقه و ثانیه‌ش هم معین میکنن. شبکه جهانی وصال حق. این کشف علمی یعنی تشخیص ثانیه تولد نوزاد از لحظه انعقاد نطفه را به آیت الله قزوینی تبریک گفته و از ایشان می‌خواهیم قبل از اینکه این اکتشافشان را به سرقت ببرند هرچه سریعتر آن را به اسم خود ثبت کرده تا کاندیدای جایزه اکتشاف قرن شوند. اولا جناب آیت الله در اینجا هم از دروغ و مبالغه کار گرفته و در چیزی که تقریبا تمام خانواده ها با آن آشنایی کامل دارند دروغ گفته است. بینندگان عزیز و پدران و مادران گرامی، شمایی که الله متعال به شما نعمت فرزند عنایت فرموده و با بیمارستان و سونوگرافی و زایمان سر و کار داشته اید، آیا اتفاق افتاده که ثانیه و ساعت یا شب انعقاد نطفه را برای شما مشخص کنند؟ تازه هفته و 10 شب هم تخمینی است. پس این جناب آیت الله دروغ پرداز مگر خودش بچه ندارد؟ ثانیاً مگر جناب آیت الله نمی‌داند که پزشکان متخصص زنان و زایمان میگویند زایمان در زنان مختلف متفاوت است و تعیین زمان دقیق آن واقعا ممکن نیست. زایمان یک فرایند است، نه یک اتفاق سریع. فرایندی که در آن تغییرات متعدد فیزیولوژیکی در بدن زن دست به دست هم میدهند تا به توفیق و اراده الله متعال زمینه تولد کودک میسر شود. دکتر ناهید خداکرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو مرکز تحقیقات بهداشت باروری میگوید فقط 3% از نوزادان در تاریخ مقرر متولد خواهند شد و 90% تولدها در هفته قبل یا بعد از این تاریخ صورت میپذیرند. پس ملاحظه میفرمایید که این آیت الله دروغ پرداز برای نشر خرافات خود به هر دروغی متوسل میشود و شرم و حیا هم ندارد و به قول خودش خب آقا شما جاهل هستید، شما نمیدانید، شما سواد ندارید، مطالعه نمی کنید.